حالا ایران یکم بیشتر از اون هست، چون ایران قبول نداره، میگه من قیمت خودمو میدم منتها نزدیک به اون هست. یعنی ما قیمت پرتی نمیدیم. قیمت ما اینجوری هست، FCA هست، میگیم که نت قیمت مثلا F7900 $. شاید مثلا 24 تن بخوایم، واسه 24 تن 15 الی $20 پروفیت میگیریم، سود میگیریم ازش. خیلی روشن و شفاف. قابلیت تامین 1 ساله رو داریم، اگر بخوایم ماهیانه داریم. اگر اصلا اورجین این دو تا اورجین پتروشیمی نخواهیم، به صورت کامپاند هم میتونیم تهیه کنیم. حالا همه چی بستگی به خودتون داره که یه تارگت پرایسی به من بدین، یه قیمت، آره، یه قیمتی به من بدین که ما بر اساس اون قیمت کار کنیم. شاید مثلا قیمت شما $700 باشه، به تب اصلا نمیشه.